салом алайкум тамошобинони азиз ва дуруд ба шодихӯрдагону ҳаводорони барномаи фарҳангию фароватии равзанаи дидор. бовар мекунем ки чанд лаҳзае ки бо шумо набудем, албатта шумо ошуфта хотир будед ва хастаам будед. аммо имрӯз хушбахтона мо боз бо шумо рӯбарӯ ҳастем ва хостем ки равзанаи дидор васгари дидорҳост ва хостем боз ҳам дидори шуморо бо сарояндагони маҳбуби кишвар васл карда бошем. ва имрӯз хушбахтона мо бо шумо рӯбарӯ ҳастем ва ин лаҳза барномаи мо оғоз мешавад ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз сарояндагони саршиноси кишвар баҳроми ғафурӣ. марҳабо пазиронам. خوش آمدید برادر. سلامت باشین. شما خوش آمدید. رحمت که دعوت کردین. دودروی عزیز، خواهرای عزیز. زنده باشید. و قدماتون رو ببخشید زیرا راهی ما کمی هم باشد دور است و در راه تعمیر است و واقعا باور میکنم که ماشین شما کمی هم یعنی که دور هم نیست، از بس که راه خیلی چی میگن تعمیر میکنن، ریمون میکنن، به خاطر همون کمتر تیزی بد ناومدیم. و خوش آمدید. واقعا باور میکنم که اگر راه ها بسته هم میشد شما به خاطر محبت مخلصان راه را عبور کرده میآمد. راهی هنر راهی بسته هیچ وقت نمیتواند شد. مثال با یک از سرود آمریکایی مقبول است، مثال یا که از دل به دل راه است. مثال آمریکایی میخواند، هر یک کس آمریکایی را نمیفهمد لیکن مخلص همون صنعتکار آمریکایی است. برای همین موسیقی سرحد ندارد و برای همین راه ما و شما را هیچ وقت اون کس بسته نمیتواند. و اما زبان ما و صنعت ما شیرین و گوارتر است، خیلی نیست؟ بله 100%. سلامت باشد. و دوستم اینجا با فکرم از چهره مخلصان شما هویداست که بسیار دیدار شما رو پزمان بودند و اینچنین خب سرودهای شما رو و میخواستیم چند لحظه اول به خاطر مخلصاتون یک چند سخن بگویید و سپس بازم سوالهای ایشان رو شنیده باشیم. مخلصان راستی گپ در زندگی همچون یک در تاریخی دفتر زندگی من جای گرفتن و اون نفرایی هستند که با مثل یک برادر، با مثل یک خواهر، با مثل یک مادری که تو رو قلبی تو رو میفهمد، دلی تو رو میفهمد. من مخلصان عزیز رو همچون خواهر، همچون مادر، همچون پدر، همچون برادر به خود نزدیک میدونم که وقتی که من سرود میخونم اونا درد دل ما رو درک میکنن و ما رو میفهمند و به من مخلصی میکنن. خدا رو شکر میکنم که خداوند به من همین هنر رو داده است و من به چهره مثال به همدیگر بینی ما با ویها دوستی داریم. چون که میبینیم خواهرای عزیز خوش آمدید امروز ما رو قدر کردید اومدید. این همون چیزی که من در بالا گفتم همین سببش همین است که امروز جمع اومدیم. شما دوستای من هستین، شما خواهرای من هستین، شما برادرای من هستین. خوش آمدید. تشکر زیاد و واقعا بسیار یک صمیمانه ابراز محبت برای مخلصان خویش و چون اینجا فراوان مخلصان شما میخواستیم از سوالهای همین ها آغاز کرده باشیم. اگر شما زیدیت مرحمت کسی بگیرم. Vamos, هم با گیتار خودتون سرود پیشکش کرده میتونم. کدوم سرود خونم چی کنم؟ و چون برادرم بسیار زنگ زدن و درخواست کردن و شاید اینها نیز میخوان که سرودی عمری من میرود و یاد تو هرگز نرود و شاید که پس از این یاد شما هرگز از نوار خاطر مخلصانتون نرود. انشاءالله. عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود از دل غم زدم میری تو بیرون نشود گر بمیرم بی وفایی تو بر خاک برود سوزش سینه کم از این دل بیرون نشود عمر من میرود و
یادی تو هرگیز نرود عمر من میرود دور یادی تو هرگیز نرود عمر من میرود دور یادی تو هرگیز نرود از دل غم زدم میری تو بیرون نشود کرده میرم بی رفایی تو برها بیروم سوزش سینه هم از این دلی بیرون من یاردم تو یجه عمر من میرود دور یادی تو هرگیز نرود عمر من میرود دور یادی تو هرگیز نرود خیلی مخلصی باشه صدا هم در کار نیست. بله و البته از صدای شما ما خستگی رو هرگز احساس نمیکنیم و همون صدایی که بود چنین است. و برادر او کدام سنگین دل بود است که اینقدر قلب شما رو غمخواره کرده است و باز از یاد شما نمیرفته است؟ ما در وقتی که راستی گفت همین سرود ایجاد شد من طی 2 روز خانه نبودم در چند جا گفتم باز میگویم بعد در دیسکو شده بودیم در یک طرف خانه شده بودیم ساعت نمیدونم زمستان بود ساعت 2 شب بود یا که 3 شب بود با بچه زیاد محفل های ما از ساعت 10 شب تا ساعت 3 4 صبح دوام میکند از بس که ما با ما خواهش میکنم زندگی من عادت کردم و با من SMS تحت SMS با حرفای انگلیسی همسرم روان کرد نگاه کردم همسرم عمری من میرود و یادی تو هرگیز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نرود گر بمیرم با وفای تو بر خاک بروم سوزش سینه کم از این دل موضوع نشود بعدن اومدم همون شب خواندم از محفلم خیلی گویا که یک چیز مرا دعوت کرد به سوی خانه طی 2 روز خانه نبودم نه بعدن اومدم قوقای زنک سری بسر آسینا برزدگی بله خینچه که ترک تیار کرد و خیلی صحبت کردیم بعدن ما رفتم سری کار اتاق کاری رفتم با کیبورد یعنی سینتیزاتور سری سینتیزاتور شدم و این سرود رو از SMS رو کرده همسرم خواندم آهنگ ماندم بعدن شد سرودی عمری من خیلی تاریخ دارد این سرود واقعا به شهرت شما دوباره یعنی که شهرت زم کرد البته شعر از کیست؟ شعر از خیمه گل خیمه گل یک نفر مادری بسیار مشفق و مهربان و مخلصان سوال دارن اگر باشد مرا در زندگیتان چی مهم است برای شما؟ مهم سلامتی باشد بعدی سلامتی همین عقل سالم خودش سلامتی است مثلا دیگر چیز همین عقل سالم داشته باشیم همه چی در دنیا یافت میشه مثلا برای که ثروتی به عقل برباد میشه دولتی که عقل نباشه مثلا ویم برباد میشه خداوند عقل در بالای سری ما مونده است که ای همه بزرگترین عقل گفته مثلا میشه لحظه که مثلا وقتی مثلا خداوند میتونست که عقل در کسی پای ما مونده مثلا نه لیکن مهمتر عقل که مثلا در مرز سری ما جا کرده است و بالاتر از دل است مثلا دل میتونه یک لحظه شیطان باشه که ترا به هر راه میبرونه شاعر نیز میفرماید که گر وجودت علتی است از گنج قارون چه سود بهترین دولت دادم این سلامت بودن است و ما دعا میکنیم شما سلامت باشید و مرحبا اگر سوال باشم اکای برام از خودی شما با حافظ شدن شک داشت راستی گپ گمون نمیکنم یا که شوق داشتم یا که نداشتم یادم نیست باور میکنید وقتی من جای خوبم پدرم نقل میکنند این در حقیقت مثلا 100% راست است
پس پرده برادر من میشیند. اون برادرم بسیار با من این چیزا را نقل میکند که من شب خوابم هنگام خواب بودم ساعت 2-3 شب پدرم میگن تو سرود میخوندی خواب بودم بیا بریم بس انگیران جمله خوبانه وجاست بیا بریم بس انگیران سرودی رحمتی احمد زویی را میخوندم ده اکثر سرودهای شما و دیگر سرهنگان رو میبینیم شعر بهرام غفوری و اینجا شما ابراز کردید که ینگه مهربان ما نیز خوب شاعره هستند چرا یعنی که در یگان شعر نام ینگه رو شما ننویسید چون مؤلف من شاعره نیستم لیکن همون شعر فهمند شاید یک جای سرود هم میگن که همون سرود به نام همون معروف میشه سو ریزش باران بود شید صدای باران خب مثال سرودی عمری من اگر ممکن همسرم به ما روانه میکرد ممکن من هم شعر در کتاب نمیدیدم یا سبب‌های ضرورترین در زندگی رولی مهمترین صنعت برای ما در زندگی اجرا میکنند. خب خودتون مینویسید چی؟ بسیار وقت سرودهای خودم مینویسم. و که این سرودها روی چاپ میآیند یعنی به مثل کتاب بازم به دست مخلصان شما میرسه؟ وقتی که من تو امروز فکر نکردید که ممکن بعد از سری من این سرودهای من مثال شعرهای من گفتم مثال چاپ کنم یکی از من وقت ندارم مثال باید چاپ کنم مثال شعر کنم برای چی بسیار سرودهای خودم رو خودم مینویسم. شما هم شعر ایجاد میکنید و هم سرود میخونید. برای شما سوال من چنین است که شعر نوشتن دشوار است برای سرود آهنگ بستن؟ البته مثال من شاعر نیستم لیکن اگر خداوند الهام بخشد مثال هر دو آسان است برای چی و الهام از جانب پروردگار میآید لحظه‌ای است که مثال من سرودی یک اولین سرودم رو مثال با طرز هم شعر هم آهنگ اومده بود به زبان من عزیزم از من نرو بیا به سوی من بیا جدایی بین ما و تو هرگز نیاورد خدا مثلا یک شکر خدا یک آهنگ با شعرش در زبان ما اومده بود مثلا لیکن شاعر بودن خیلی عاشقی سخت‌ترین بودن در کره هنرمند آوازخوان بودن این چی مثلا با قدر امکان میتونی با آسانی عهده‌اش برای لیکن شاعر بودن برای شاعر بودن خیلی زحمت کشیدن در کره شبای بیخوابی کشیدن در کره به آدم لیکن تنهایی اگر آدم باشه تو شعر نمیتونه. بله و شاعر میفرماید که هر کی سخن بر سخن ضم کند قطره از خون جگر کم کند و واقعا با فکر من که شما چند قطره از خون جگر رو کم کردید به خاطر چند شعر ایجاد کردن و مخلصان رو گوش میکنیم. مرحبا. سال شد که در صحنه تاجیک کار و 2002 روی صحنه برآمدم لیکن نواروی هست که من کودک بودم مثال کودک بودم در مرکو سرودخوانی کردم اون نوارو هست که 19-20 سال پیش بود. بغیر از هنرمندی باز یکم هنر دیگری دارست؟ میگویند که رحمت کنم میگویند که برای یک مرد 40 هنر کم است. من میخواهم که همه هنر رو یاد گیرم لیکن نه در زندگی هنر صنعتکاری هنرمندی یعنی آوازخوانی برای من جای اول است لیکن یعنی چه هنرهایی که تا درجه که من آوازخوان هستم این خیلی هنرها ندارم لیکن مثل هر کاری اگر خواهم عهده اون کار میتوانم برآمدم مثال یعنی که من نمیکنم کینایی که مثال سکوت با نوار گرفتن ما رو دعوت کردن که هنرنمایی کن در همینجا من گفتم رولی خودت رو اجرا کن آخه من مثال گفتم من الیگارخ نیستم که مثال من گفتم ما پولات تشکیل میکنیم مثال یک کوشش و غیرتی داشتم که عهده همون کار برایم لیکن من اون طرزی که کمبودیایی که در اون کینو دیدم مثلا کمبودیا زیاد بودن اذیتی هنرنمایی اکتیوری من در اون کینو لیکن به قدر امکان
از عهده همین رول برآمدم. برای ستاره با نام ستاره یعنی شما ستاره هم داره دادم. ستاره شکستی قلب من، تو را برده ای خواب من، تو بیرفتی از بر من باور نداشتم. ستاره ستاره شکستی قلب من، تو را برده ای خواب من، تو بیرفتی از بر من باور نداشتم. ستاره ستاره ستاره. فلک سرویده روز دیگه نمیتوانم برای چی به درجه اولی نمیتوانم، لیکن خیلی بعضی ها مثال بعد نمیکنم، بعضی ها لک و پک میخونن، اینطور نمیخوام با طرز اونا خوندم. با طرز اونا میتوانم با از اجرایش مثال برایم، لیکن با طرز پروفسیونالی من هنرمندی استرادی هستم، برای همین دخالت نمیکنم. هر یک کاری که نمیتوانم کرده نمیخوام که مثال با اون کار دخالت کنم. زوری بهده میان میشکنه، میان میشکنه، هم میانی خودت میشکنه، هم میانی فلک هم میشکنی با این. خب برادر، چون اینجا خویش از جانب مخلصان شما است که یکی از شهرتمندترین سروندگان ملت تاجیکی روحش شد بود، برادر نزدیک شما و همکار شما، دوست شما سهراب سفرزاد بودن و چند سخن درباره ایشون اگر یادها شاید دادها شاید و اینچنین خاطره ها رو اگر باشد مرحمت میگفته، زیرا شادی خوردگان سهراب سفرزاد تا حال که فکرم جاودانه هستن. راست دیگه تا حال من نمیگم که اون بچه مرده است یا که گذشته است از دنیا، برای چی که عمرها در دل ما نقش بسته است و باقی خواهد ماند. سهراب سفرزاد بهترین هنرمند تاجیکستان بود و بسیار خاطره ها من بود مثال دارم. و هم خیلی بچه بود که مثال قطعی افریکانس هم گپ میزد به تاجیکی، قطعی هندو هم به تاجیکی گپ میزد و میفهمیدم. رفتم اونجا دخترم مثال در دکتری دندونی هندو برفتیم، دخترای هندو دیگه قطعی همون شوخی میکنند، من نمیدونم چی میگه، دخترها همه میخندن. با اوکول کردن دندونی سهراب جان، اوکول کردن، گفتم از میکنم، با دندونش کندن، دندون از در موند، گرفتم با خونم شب خوابم با سرشید و همون دوزه همون اوکول رفتگینه با دندونم در کرد. میبینیم دیگه دندون کندیم با این دیگه دندون شکن، دیگه دندونی سهراب جان کندن. با پگو رفتیم با پول دادیم کفتر دیگه مودگی بود، گفتیم شما دیگه دندون کندیم و یا ترسیدن که ایروی و یا مومی نویسیم. ما گفتیم ما عادت کرده ما نویسیم ما نمیتونیم. بود مثال بخریم کنسون گرفتن دیگه دندون کندن. همین خاطره ها ما بود. مثال اگر درباره هنرمندیش اگر خواهی که من سخن کنم، در لس آنجلس 4 سال پیش من با کوچی زداری کار میکردم، خودم تنها در اونجا بودم تا 3 ماه کوچی زداری. بعد از توسط یوتیوب من همه هنرمندای تاجیکی رو موندم مثال که چخیل نخواستم از زبانی اون کوچی زداری هنرمندی ایران، فیلمبردار ایران فهمم که مثال کی چخیل میخوند، هنرنمایی میکند. بعدا مثلا ما رو گفتن، ذکرالله رو گفتن، صدرالدین گفتن، مثلا سراج‌الدین. اون وقت مثلا من اینجا بودم
گفتن که چی گفتم صدای همه خوبترین کی میخونه گفت از همه خوبترین همین صدای همین خوبتر است سهراب سفرزاده نشون دادن صدای همین خوبتر است اون مخلصه داره که اون دلگیر شده تلفن مثلا تلفن ما شب تلفن ما خاموش نمیکنم به خاطر چی به خاطر مرا دعوت میکنن یا گپ میشد مثلا معرکه تلفن مرا میخوام دریافت کنم مثلا دریافت کنم من تلفن ما خاموش نمیکنم مخلص شماره تلفن مرا میگیرم من شب خوابم مرا زنگ میزنم من وقتی من لحظه‌ای میام مثلا آرام شم میخوام آرام باشم مثلا مخلص من به من زنگ میزنم وقتی من میخوام گپ زدم مثلا چخیل باید مخلص یک دفعه میگی مثلا زنگ نزن مثلا من نمیتونم مثلا من نمیتونم مثلا رنگ تو من بیکار نیستم مثلا باید من چخیل باید مخلص تو میتونی دوست داریده مثلا مگر من شماره هم علیش میکنم مثلا با میابم من نمیتونم تلفن خاموش کنم علی مثلا همون مخلصی که مرا دوست میداره قضا میتونه خب نامه بعد از ما وقت از که شما رو طریق تلویزیون ما تبلیغ کرده بودیم آماده است شنید که اکی برادرم بهرام پدر و مادر من و جمع اویلمون مخلص اشده شما و نام مرا به خاطر شما یعنی که بهرام جان گذاشتند و میخوام در آینده من نیز مثل شما یک شخصی معروف باشم شاگرد شما بودن برایم آرزوی دیرینه من و آوازتان خسته نباشد گفتن هر سرودی نو شما رو ما انتظار هستیم و دوست می‌داریم البته در آینده میتوانید مرا دستگیری کرده باشید یعنی که همین من در بالا خط کردم رحمت برای زحمت کشیدید نامه نوشتید و آرزو دارم که مثال باز شما یک بهرامی دیگر اگر خواهید که با مثل من از من بالاتر شاید آرزو دارم که از من بالاتر مثال یک بهرامی شاید که در جامعه مثال خدمت شما خوبتر رسد یعنی از کدام سبب باره شده است که به متن آهنگ شما ایره بودشم مثل شاید گفته باشم که متن تو خطایی است که آهنگ تو به همون متن نچسبیده است در باره متن بله خیلی من از این خرسان میشم راستی گرچه من با ما خوش میام مثال یک کس ما را تعریف میکنه یک کس مثال لیکن همون ما نمیخوایم بسیار باشده میخوایم یک نفره باشن که مینوس میگم مثال طرفی پستی موسیقی ما را گفت زنه که مثال ما از همین چیز میاموزیم هر وقت مثال در خانه باید پسر نه اگم کاری بدم کنم میگه پسر ما خوب است زور کنه مثال همون نمیتونم که مثال فقط فرزندی خوب باشه در جامعه برای همین موسیقی را همین خیلی مثال لودی اوچی سر نشیب کخ میگن مثال از خطای مثال میگن ادب رو از که مختی از بیادب و یا گپای دیگه هست مثال تاجیکی همین هر یک خطایی را در روی این شخص بگه مثال میگن دوست تورور میگن دشمن شکرور میگن پراودا گلازا کولد میگن با شرطه که همون ایرادی اساسناک باشد دروغ نباشد که با معنی شما کار کند و عصبای شما رو خراب کرده باشد بچه شو چه نوع هسته؟ دیتا بچه ما اتکاله تاش مایده تو چند ساله ای؟ 4 ساله؟ تو سرود خونده میتونی؟ ها یا نه؟ که اینجا بیا چه زور؟ ای مالدیش کدام سرود در نغز ببینی؟ کدام سرود در نغز ببینی؟ بخر؟ مایل بیو کنی سرودی بخر خون ما قطید میخونم رفتی او با مای خانه مست پیمانه شاگردی قبول میکنی؟ هر درصد شما شاگردی ما همین شما سرود خونده میتونه کنی اینجا بیا
احتمال سلامت باشن ولی لبی خاموش نمودار دل پرسخن است. بله. و چون با همین خنده های شما و خنده های مخلصان شما یعنی که آیان وقتی برنامه ما با پایان میرسد و شما در آخر چی گفتن داره تمنیات و برای مخلصانی که آمدند و برای شهری که اینجا تماشا کردید و شاید چند سخن میگید. راستی گپ من زیاد ارسیو میام با شما و مردم سربلند شهر ریگر اولو سلامتی عقل سالم دوستی من گمان میکنم که شهر ترسونزاده یکی از با معرفت ترین با فرهنگ ترین و در جامعه پیشرفته شهری مملکتی خودمون میباشد یعنی تاجیکستان دوست میدارم شهر ریگر رو اگر باور کنید یا نه در شما با شما با خواهرکای عزیز با اهل خاندان همه شما بردباری ها از خداوند تعالی تمنا دارم با خدا باشند همیشه خداوند را در پناهش نگهبان باشد تا دیگر 100 سال باشد. ما نیز از نام مخلصانی که شاید با سبب‌های گوناگون اینجا نآمدند شما رو بار دیگر خوش آمدید میگیم و البته شاید باور میکنیم که این دیدار اولین و آخرین نیست و بازم با هم وا میخوریم بار دیگر خوش آمدید. گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. واقعا بهرام اینجا مخلصان میخوان که یک سروده شما در همین صحنه سروده باشد و شاید که مایل برعکس نیز دارم کدام سروده است؟ راستی گپ یک سروده جدید ایجاد کردیم و میخوام پیشکشی مخلصانی که در اینجا نشستند برای مردمی سربلند ریگر ترسونزاده یعنی پیشکش میکنم بار اول میسردم انشاءالله که بار اول در تلویزیون پخش میشه. حاضر چند نوروی فیلمای همین سرود مونده است که اینو آماده کردیم برای کلیپ کردن بار اول برای شما تقدیم میکنم مرحمت برای مردمی سربلندی ترسونزاده. بیای نازنینم ببوسم لبی تو را بیای مجبینم ببویم زلف تو را بیای نازنینم ببوسم لبی تو را بیای مجبینم ببویم زلف تو را تو هستی نازنینم عروسی سرزمینم تو هستی بهترینم واه چی شیرینم چی شیرینم چی شیرینم چی شیرینم بیا که در بغل گیرم تنت رو زنم بوسه لبو هم گردنت رو شکرچینم زی لبهای شیرینت خیرم آشا که بینم رفتنت رو شکرچینم زی لبهای شیرینت خیرم آشا که بینم رفتنت رو بیا ای نازنینم ببوسم لبی تو را بینم ببویم زلف تو را تو هستی نازنینم عروسی سرزمینم تو هستی بهترینم چی شیرینم
ببوسم لب تو را بیا ای مجبینم ببویم زلف تو را بیا ای نازنینم ببوسم لب تو را بیا ای مجبینم ببویم زلف تو را تو هستی نازنینم عروسی سرزمینم تو هستی بهترینم واه چی شیرینم چی شیرینم چی شیرینم. تماشاچیان عزیز این فرجام برنامه دوست داشته شما روزانه دیدار است و ما یک چیز رو اینجا آگاه میکنیم که در برنامه آینده هنرمندی بسیار محبوب و اینچنین راوی تلویزیون تاجیکستان استاد فخرالدین ملک رو دعوت میکنیم و خواهشمندانی که میخواهند به برنامه شرکت ورزیده باشند مرحمت بیان و یا اینچنین به رقم‌های ما زنگ بزنند و ما معلومات میدهیم و تا دیدار آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم تا که شما رو نگهبان باشد. خداحافظ. عمر من میرود تو یادی تو هرگز نرود عمر من میرود تو یادی تو هرگز نرود عمر من میرود تو یادی تو هرگز نرود از دل غم زدم میری تو بیرون نشود کرده میرم بی وفایی تو برها بیروم سوزش سینه هم از پدر باز آمدم از راهی دور پیشت نشینم دعایت را بگیرم درد و رنجت را نبینم پدر باز آمدم از راهی دور پیشت نشینم دعایت را بگیرم درد و رنجت را نبینم.